салом шунавандагони азиз, шарҳи охирин таҳввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои Моҷир дар барномаи иттилоотӣ хабар мешунавед. баргардонидани донишҷӯёни тоҷики таҳсил дошта дар чин ба Тоҷикистон шурӯъ шудааст. Имрӯз аввалин донишҷӯёни тоҷик аз чин бо шумораи 13 нафар ба фурудгоҳи шаҳри Екатеринбурги Русия фуруд омаданд ва аз инҷо ба Тоҷикистон парвоз мекунанд. Зимни суҳбати телефонии мустақими донишҷӯёни тоҷик аз чин омада бо бахши хабарии радиои Моҷир маълум гардид, ки онҳоро дар якҷоягӣ тариқи хати парвози Екатеринбург душанбе ба Тоҷикистон равона мекунанд. Сабаби инро ба донишҷӯён қатъгардидани хати парвози мустақим байни Тоҷикистон ва чин маъни дод кардаанд. Донишҷӯёни тоҷики аз чин омадаро дар фурудгоҳи байналмилалии Екатеринбург табибон аз ташхиси тиббӣ саривақтӣ гузаронидаанд. Тибқи гуфтаи донишҷӯён, хушбахтона дар бадани касе аз онҳо ҳарорати баланд ва ё дигар нишонаҳои беморӣ будан пайдо нагардидааст. الان در شهر یکاترینبورگ روسیه قرار داریم. من دانشجوی شهر سیان هستم و ما با همراهی 13 نفر برادران در همینجا قرار داریم و شب با عاصمه شهر یکاترینبورگ به دوشنبه پرواز کردنیم. ما الان در چین در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات تعلیمی تحصیل زمستان است تا 23 و 24 ماه فوریه و حالا معلوم نیست که درس‌ها کی سر می‌شوند. اگر همین ویروس همیشه رفتن گیرد ممکن که دیرتر سر شوند. اما تا حال معین نیست و دانشگاه با ما همین قدر گفت که مقصد 23 مجرد کنید و 23 برگشته به دانشگاه بیایید و همون کمپانی که ما را با همین خوندن روان کردگی به شهر سیان با همه ما چیپتر خرید که به تاجیکستان برگردیم و این حال با در شهر یکاترینبورگ قرار داریم. در بخاطر که از چین به تاجیکستان یگان خط سیر نیست، یگان رئیس پیاموی نیست، با همین خاطر ما چرز مسکو چرز یکاترینبورگ به تاجیکستان میره. در ما از شهر سیان 13 نفر از همون کمپانی و یک چند برادران تاجیک هم بودند و از دیگر شهرها و دیگر ملت‌ها نیز بودند که با چرز یکاترینبورگ به ازبکستان و قزاقستان، قرقیزستان و دیگر جاها می روند، چون که از چین به همین دولت ها رئیس نیستند. هنگام در اومدن به ایرپورت ها در شهر سیان هم باشد، چی در شهر سیان چی در شهر یکاترینبورگ، فقط تنها با اون اسباب های مخصوص، اپارات های مخصوص تنها همون حرارت رو سنجیدن تمام. سرشوی درس ها حالا معلوم نیست. دانشگاه همین قدر گفت که 23 برگردتون. اگر با مواد دیرتر سرشوی درس به ما خبر میدهیم. و کمپانی که ما را میبرد با ما نصیحت ها داد که مقصد تا 2 هفته تا 10 روز خودتون رو احتیاط کنید، در جاهای سیرودن نگردید، چون ممکن است که در همین شما هم ویروس باشد. چون این ویروس یکی از خاصیت هایش همین است که در ابتدا معلوم نمیشود که در شما ویروس هست یا نیست. بعد از 1 هفته، بعد از 3 روز، بعد از 14 روز بعد معلوم میشود که شما ویروس دارید یا نه، همین ویروس به شما گذشته است یا نه. با همین خاطر همه اونهایی که به تاجیکستان برمیگردند در همه گروه ها از طرف سفارت یا از طرف دانشگاه ها تاکید کرده می شود که وقتی که به تاجیکستان به همون وطن خودتان برگشتید احتیاط کنید، چون که به خطر عائلاتون، به خطر جامعه است. امروز باشد وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر داد که در حالت فوق‌العاده آماده‌اند که در همکاری با مقامات چینی شهروندان تاجیکستان را از ولایت هوبی بیرون آورند. تاجیکستان با مقامات چین در مورد برآوردن شهروندان خود از هوبی در صورت ضرورت همکاری خواهد کرد. آمده است در اطلاعیه وزارت کارهای خارجی. در این ضمن سفارت تاجیکستان در چین خبر داده است که شهروندان ما را لازم است که در حالت فوق‌العاده باید فوراً به مقامات محلی و مستقیما با مسئولان سفارت تاجیکستان در چین مراجعت نمایند. ادامه خبرها را مستقیما میشنوید. کارمندان شرکت‌های چینی که در تاجیکستان ساختمان لایحه‌های انفراستراکچور کار می‌کنند از معاینه طبی می‌گذرند. این تشخیص به اوج گرفتن کرونا ویروس در چین مربوط است. در حال حاضر 266 شهروند چین در تاجیکستان در بازسازی راه‌های اهمیت جمهوریوی و بین‌المللی داشته مشغول کارند. این کارگران چینی و آن نفرانی که با آنها علاقه داشتند در یک جایگی از تشخیص طبی می‌گذرند. سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان
ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه امروز داشته است که عین زمان وزارت نقلیات تاجیکستان رویخط کارمندان شرکت‌های چینی را در اساس مراجعت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ترتیب داده است. معاون وزیر نقلیات تاجیکستان همچنین قید داشته است که با این رویخط همه کارمندان این شرکت‌ها نوابسته از ملتشان از کارگر عادی تا راهبران داخل کرده می‌شوند و بعداً برای تشخیص طبی به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شوند. طبق رویخط پیشکش کرده وزارت نقلیات تاجیکستان شماره شهروندان چین که در لایحه‌های اینفراستراکتوری در تاجیکستان کار می‌کنند 266 نفر میباشد. پروازها بین تاجیکستان و چین در رابطه با پیدایش کرونا ویروس تا 5 فوریه بازداشته شد. در صورت بهتر شدن وضع پروازها پس از این سنه برقرار کرده می‌شود. ابراز داشته است معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان. قبلا وزارت نقلیات تاجیکستان اعلام کرده بود که چین ارتباط زمینی با تاجیکستان را توسط گذرگاه قلمه قطع کرده است. این یگانه گذرگاه مرزی تاجیکستان و چین است. یادآور می‌شویم که شماره قربانیان کرونا ویروس در چین به 132 نفر رسیده است. بنا به اطلاع ساوت چین مورنینگ پست با استناد به مقامات طبی چین شماره رسمی مبتلایان به کرونا ویروس نو به 6053 نفر رسیده است. وقوع رهبریت ولایت ختلان با صاحبکاران و راهبران سازمان‌های جمعیتی تاجیکان در روسیه 27 ینور دایر گردیده است. در وقوع گروه کاری نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، معاون رئیس این ولایت رجب علی رجبوف، سفیر تاجیکستان در روسیه و دایره صاحبکاران تاجیک و راهبران سازمان‌های جمعیتی تاجیکان در روسیه شرکت داشتند. امام‌الدین ستاره، سفیر تاجیکستان در روسیه، هدف این چاره‌بینی را جلب سرمایه‌گذاری و اقتصادیات تاجیکستان، براه ماندن روابط تجارتی و اقتصادی و برقرار کردن رابطه‌های مستقیم میان شرکت‌های تاجیکستان و روسیه می‌دانند. مسئولان ضرورت رشد و تحکیم همکاری‌ها را با صاحبکاران روسیه برای تطبیق لایحه‌های مشترک گوید به رشد اقتصادی و منطقوی، اینچنین تأسیس کارخانه‌های خرد و میانه تاکید داشتند. مورد ذکر است که چاره‌بینی مذکور برای محاکمه مسائل مربوط به برگزاری فورم در سال روان در مسکو در موضوع امکانیت‌های سرمایه‌گذاری ولایت ختلان تاجیکستان با اشتراک صاحبکاران تاجیکستان و روسیه امکانیت خوبی خواهد بود. ابراز داشتند دستان در کاران. دادگاه ناحیه چرموشینسکی مسکو دعوای شهروند تاجیکستان سلیمان سعیدوف را درباره از جوابگر سرگئی царов رویانیدن ضرر مادی و معنوی قانع کرد. ولی اندری سوتنیکوف، وکیل دفاع سلیمان سعیدوف، ابراز داشته است که از بالای قرار دادگاه به زینه‌های بالایی شکایت خواهد کرد، چون که سود هنگام بررسی شکایت جبر دیده خراجات طبابت آینده چشم سعیدوف را به نوبت نگرفته است. مبلغی که سود ناحیه چرموشینسکی مسکو برای شهروند تاجیکستان سلیمان سعیدوف از شخص جوابگر سرگئی царов تعیین کرده است 589,004 روبل ضرر مادی و 750,000 روبل همچون جبران ضرر را در بر میگیرد که به گفته ادوکات جبر دیده این مبلغ ناکفایه می باشد. یادآور می‌شویم که 8 اپریل سال گذشته در ایستگاه کالوژسکی متروی مسکو یک مسافر روس سرگئی царов بنا به انگیزه‌های ملت بدبینی به شهروند تاجیکستان سلیمان سعیدوف حمله کرده از تپانچه در دستش بوده به طرف سلیمان سعیدوف آتش می‌کشد که در نتیجه شهروند تاجیکستان جراحت‌های وزنی جسمانی و سلامتی برداشته از یک چشم محروم می‌شود. سرگئی царов که آن وقت از جای حادثه گریخته بود، پلیس آن را دستگیر کرده. دادگاه باشد او را به کوشش کشتار با سبب انگیزه‌های ملت بدبینی متهم و روانه زندان کرده بود. رادیو آزادی از قول نزدیکان روزنامه‌نگار و تحلیلگر دلیر شریفوف نوشته است که او از دیروز در بازداشت است. سبب بازداشتش را نیز کسی نمی‌داند. همچنین در خبر علاوه شده است که طبق اطلاعی دریافتی دلیر شریفوف در اداره امنیت ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بازپرسی می‌شود. مقامات تا حال به این موضوع شرح ندادند. دلیر شریفوف بعد یک زنگ تلفنی از خانه بیرون شده دیگر برنگشته است. به گفته پیوندان شام آن روز از نمایندگان مقامات قدرتی به خانه آنها آمده بودند و کتاب و کامپیوتر او را با خود بردند. با حمایت از حقوق‌های روزنامه‌نگار دلیر شریفوف مرکز مستقل حمایت حقوق انسان اظهار آمادگی نموده است.
ҳанӯз дақиқ маълум нест ки Далер Шарипов ба чӣ хотир ба мақомоти амният даъват шудааст, вале пайвандонаш гуфтанд ки намояндагони мақомот ба онҳо гуфтанд ки Далер Шарипов барои суҳбат даъват шудааст ва раҳо хоҳад шуд. Далер Шарипов ки алҳол ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул будааст, дар гузашта дар телевизионҳои давлатӣ кор карда ба навиштани матлабҳои таҳлилияш дар шабакаҳои иҷтимоӣ шинохта шудааст. ҷангҷӯёни ҷунбуши «Толибон» ба музофоти Қундузи Афғонистон ки бо Тоҷикистон ҳамсарҳад аст ҳамла карданд. Хабар медиҳад Orion News ҳамла шаби 29 январ сурат гирифтааст. طبق اطلاع مقامات محلی، طالبان با کارمندان مقامات حفظی حقوق در مرکز مضافات دشت ارچی حمله کردند. در نتیجه این درگیری 12 سرباز و یک کارمند پلیس افغانستان کشته شده است. اینچنین 4 کارمند مقامات حفظی حقوق و 8 خدمتچی حربی جراحت‌های گوناگون برداشتند. ماموریت ولایت قندوز افغانستان افزوده است که 3 سرباز دیگر بی‌درک شده است. در افغانستان مقاومت نیروهای حکومتی با طالبان سالها با زنجانب ادامه دارد. این گروه به قلمرو کشور افغانستان حمله کرده آنها را تحت اسارت خویش می‌دارد. ولایت قندوز افغانستان با ولایت ختلان تاجیکستان همسرحد بوده، خط برش سرحد دریای اومو میباشد. در گذشته نیز درگیری‌های مقامات افغان با گروه‌های جنگجو در نزدیکی‌های سرحد این کشور صورت گرفته بود، اما مقامات قدرتی تاجیکستان بارها تاکید داشتند که تامین امنیت در مرز تاجیکستان افغانستان همیشه تحت نظارت جدی قرار دارد و هیچ خطری از آن سوی اومو احساس نمی‌شود. سیستم نوی نظارت پرروی ویدیویی با شناخت چهره برای معاین کردن مهاجران در متروی مسکو راه اندازی می‌گردد. در این باره شهرداری مسکو سرگئی سبیانین ابراز نظر کرده است. سیستم شناخت چهره که علاقه ثمره خود را نشان داده است، به نقشه گرفته شده است که تا 1 سپتامبر سال روان پررو مورد استفاده قرار گیرد. امکانیت‌های را ما باید به کار بریم که نقطه‌های فعالیت غیرقانونی مهاجران، تحلیل، نظارت و معاین کردن شخصیت آنها، پیشگیری جنایت و جنایتکاری و نظارت تنظیم شهری به خطر را پر در دست داشته باشیم. ابراز داشته است شهرداری مسکو. با گفته مقامات سیستم نوی نظارت ویدیویی شهری به خطر شخص را از روی شهر در دوام 1.5 ثانیه میتواند معاین کند. یادآور میشویم که قبلا نیز خبر داده شده بود که روسیه مسئله جاری نمودن سیستم خود معاین کنی و یا شناخت همه مهاجران را روی دست گرفته است که آن به یک مخزن عمومی مانند بوده معلومات نفران خارجی را از روز وارد گردیدنشان به حدود مرزی و مأموری روسیه در این مخزن در بر میگیرد و از روی این کامراهای نظارتی شهری به خطر در مترو، جایهای جمعیتی، فرودگاه‌ها و باغ و گلکاش‌های مسکو میتوانند نفر خارجی را به طور خودکار در دوام 1.5 ثانیه معاین کنند. ادامه خبرها. مرد 34 ساله که از سال 2014 به حیث آموزگار تربیت جسمانی در یکی از مکتب‌های میانه پایتخت تاجیکستان کار می‌کرده است، با گمان زورآوری جنسی علیه 5 خواننده بازداشت شده است. طبق اطلاع در پروکراتورای شهر دوشنبه نسبت وی با علامت قسم 4 ماده 139 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی باز نمودند. اگر جرم زورآوری نسبت آموزگار تصدیق شود، او را از 15 تا 20 سال زندان انتظار است. سامانه اخبارکام با استناد به منبع نوشته است که معلم شاگردانش را برای به منزلش در کوچه شاه تیمور شهر دوشنبه آورده در نسبتشان زورآوری جنسی را روا دیده است. چون این حالت عیبداری آموزگاران تاجیک به زورآوری جنسی سال 2019 نیز رخ داد. آن وقت دادگاه ناحیه یاوون ولایت ختلان یک آموزگار لیسه شهر نورک را به همین عیبنامه به 15 سال زندان محکوم کرده بود. سامیان عزیز، در آخر نشر خبری یک اعلان نیز داریم. شام جمعه 31 ینور ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو مهاجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامت بودج‌باش در قلمرو فدراسیون روسیه و رسمیت دراری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات
суди муносибат бо полис ҳангоми бохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои муҳоҷир тариқи смс паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, инстаграм, имо, вконтакте ва ё дар ватсап бо шумораи 8965 151 014 8967 111 5646 суоли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 31 январ соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. шунавандагони азиз, шарҳи ин соатаи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд, боро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.